امروز میخوایم در مورد یک حرفه تخصصی تو فیلد وب و وبسایت و سرور صحبت کنیم. حرفه یا شغل مدیر سرور یا ادمنستریتور یه شغل کاملا تخصصیه که ممکنه خیلی از آدمای عادی باهاش آشنا نباشن. اما مدیر سرور یا سیستم ادمنستریتور واقعا چه کاری انجام میده؟ فرض کنید یه وبسایت مهم و پربازدید دارید و نیازه تا براش سرور اختصاصی تهیه کنید. سرور شما باید دائما مورد بازبینی و بهینه‌سازی قرار بگیره. مدیر سرور کارش اینه که سرورهایی که توی دیتا سنترهای مختلف قرار گرفتن رو دائما مانیتور کنه تا در صورت بروز مشکل سریعا بتونه رفعشون بکنه. همچنین بروزرسانی و بهینه‌سازی سرور هم از وظایف دیگه مدیر سروره تا سرورها همواره دارای بهترین بهره‌وری و کیفیت از نظر سرعت و امنیت باشن. بنابراین اگر شما هم یه سرور مجازی یا اختصاصی چه توی شرکتتون یا توی دیتا سنتر به صورت آنلاین دارین، حتما پیشنهاد میشه تا از یه مدیر سرور متخصص کمک بگیرید تا از سرورتون نگهداری کنه. در غیر این صورت ممکنه بعد از گذشت مدتی سرورتون ناگهان با مشکلات عجیب غریبی از جمله هک، نفوذ یا کندی و اختلال مواجه بشه.